با پشت کاردک ما همیشه تکسچر قسمت کار میذاریم به این شکل. شابلون هم با دستمون نگه میداریم که تا اونجایی که بشه تکسچر زیر شابلون نره و فقط اون سطح گلمون رو بگیره. تمیز سر در بیاد. بله ببینید در جهت‌های مختلف تکسچر رو کار میکنیم. من این لبن میخورم برتر رفتم که کل کار رو بگیره. خیلی این قسمتی که میخوایم تکسچر رو روی شابلون بذاریم خیلی بایستی با حوصله کار انجام بدیم که تمیز در بیاد کارمون و تکسچرمون زیر شابلون نفوذ نکنه. حالا نکته که هست این که تکسچر باید همه جا به یک اندازه باشه. اگر یه جا حجم تکسچرمون زیاد باشه یه جا حجم تکسچرمون کم باشه، بعد که شابلون رو بلند میکنیم یه جا میبینی خیلی برجستگی زیادی بهمون میده، یه جا میبینی که نه حالت فلت تره. بنابراین به این نکته هم دقت کنید. ببینید من در نهایت که تکسچر رو میذارم بازم همه جا رو یک دستش من میام.